سلام بچه، چطورید؟ خوبید؟ هر سلام. خیلی مخلصم آقا، چاکریم. یه عذرخواهی بکنم اول بابت صدای بد، اینجا یه ماشین رد میشه، منم واقعا دارم سعی میکنم این کارو کنم صدام برسه ولی نمیشه. آقا گفتم این اینترو خیلی سریع بگیرم در مورد کانال جدیدمون که چیکار قراره بکنیم و چه اتفاقاتی قراره تو کانال بیفته. کانال جدید دوستان، اصلا کلا میگم توی کانال من بیشتر جنبه فان داره قضایا و اینکه میخوام در رابطه با گیم صحبت بکنیم، در رابطه با خیلی چیزایی که شاید جالب باشه واسهتون و اینکه اول از همه میخوام برم سراغ یه سری بازی‌های موبایلی که خیلی باحالن. حالا توی وقتی که آزادید مثلا منتظرید خیلی حال میده بازی شروع کنید. بخاطر همین میخوام اینو بررسی بکنیم، ازشون ویدیو میذارم و اینکه همین دیگه. آره حالا یه وقتی که بلاگی باشه، شوخیایی که مثلا ما هم دیگه میکنیم، کلا ویدیوهای فان قراره بذاریم توی این کانال و اینکه با ما همراه باشید دیگه. خیلی مخلصم. خیلی مخلصیم، چاکریم. ای کاش این صدای ماشینا نمیافتاد. ای کاش من چیکار کنم؟ بعدتون بشم. عشق منید. سلام برعکس، چطورید؟ خوبید آقا؟ خیلی مخلصیم. من کمی میکروفون رو تنظیم کنم. خب دوستان، امروز در خدمت شما هستیم با بازی هاررفیلد، در واقع امشب، و اینکه اومدیم کلا این بازی رو یکم بررسی بکنیم دوستان، ببینیم که قضیه از چه قراره و چه شکلی هست، چه مدلیه، آیا اصلا ارزش بازی کردن داره یا نداره. مثلا چیزایی کمتر کنم، یکم اذیت کننده بود واقعا. آره دیگه، کلا بررسیش بکنیم ببینیم چه نوع بازی ارزش داره یا نداره، چه جوریاست، بریم تو کارش دیگه. یکم توضیح بدم دوستان، بازی به شدت و تا حد خیلی 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 زیادی شبیه بازی دد بای دیلایت و اینکه خب اونجا هم شما کلا دو تا گروهید، یه گروهی که دارن فرار میکنن و حالا یه گروه یا یک نفری که افتاده دنبال این آدمایی که دارن فرار میکنن تا بگیرتشون. و خب واضحه که اگه اون آدمایی که دارن فرار میکنن فرار بکنن میبرن، اگه اون آدمی که داره میکشدشون همشون رو بکشه بازیو میبره. عجیبه. پس خیلی شبیه، حالا نمیدونم احتمالاً بازی کرده باشید یه سریاتون دد بای دیلایتو. بازی خیلی باحالیه، خیلی خفنه، کاراکترهای مختلفش چه ویلن باشن چه حالا شخصیت مثبت باشن، یه سری قابلیت‌های خاصی دارن برای خودشون. این بازی هم دقیقاً همون، یعنی دو تا مود داره، دو تا بخش داره، یکی سایکو یکی سروایورها فرار میکنن و سایکوها هم میکشن. توی بخش سروایور دوستان عزیز، کلا کار به این صورتی که توی یک مپی که هستیم حدود 5 تا ژنراتور هستش و این ژنراتورها باید به کار بیفتن همشون تا در اصلی بتونه باز بشه. وقتی در اصلی باز بشه خب همه میتونن خارج بشه و توی این مدتی که حالا شما باید ژنراتورها رو تعمیر بکنید و سعی بکنید که فرار بکنید، ویلن بازی یا همون سایکوی بازی هم دنبال شما هست که شما رو بکشه. یعنی باید هم فرار بکنید هم باید در واقع بتونید تاسکای توی بازی رو انجام بدید. کاراکترهای مختلفی هم داره، جک، ماری، گری و الی آخر. خب هر کدومشون یه سری قابلیت‌های خاصی دارن. مثلا ماری توی هیل کردن هم تیمیاش خیلی بهتر از بقیه عمل میکنه. گری توی در واقع تعمیر ژنراتورها خیلی سریعتر عمل میکنه. شاید این کاراکتر مثلا لینا تندتر میدوه. یه سری همچین قابلیتایی داره دیگه. حالا من زیاد نمیخوام طولانیش کنم بچه‌ها این ویدیو رو، اولین ویدیو هم هست، میخوام کوتاه بگیرم. و اینکه آره ایده بچه‌ها میگن نمیدونم، میگن که سایکو بازی کردن سخت‌تره، ولی من سایکو بازی کردنشو بیشتر دوست دارم، واقعا خیلی باحال‌تره. نمیدونم چرا حس ترس اونقدر توی سایکو القا نمیشه. توی سایکو بیشتر هیجان به وجود میاد. نایس. ولی توی زمانی که میخواید فرار کنید واقعا خیلی مهمه که در واقع تسکر سریع انجام بدید و اون حس ترس خیلی بیشتر توی بخش سروایور احساس میشه از نظر من به شخص. حالا خب کاری نداریم، بریم سراغش ببینیم که قضیه از چه قراره و بازی شروع کنیم. که بریم تو کارش. میخوام چیز بازی کنم، سایکو بازی کنم، ولی دو تا شخصیت کالتیس و بوشر هم ما داریم اینجا باز کردیم، بقیه هم باید باز کنیم به مرور زمان. هر کدوم از اینها هم باز دوباره یه سری قابلیت‌های مخصوص خودشون دارن. من میخوام یه دست سایکو با کالتیس برم و بعد راجع به یک موضوع خیلی مهم و یک اشکال اصلی توی این بازی با هم دیگه صحبت بکنیم. بریم تو کارش دوستان. خب 5 نفر توی مپ دوستان، 4 تا سروایور و یه دونه هم که سایکو. امیدوارم بتونیم یه دونه‌شون رو بگیریم یا دو تاشون رو بگیریم. من خیلی وقت بازی نکردم این بازیو، احتمالاً یادم رفته الان خیلی از جای مپو. خیلی دوستان مهمه که توی این بازی مپو بشناسید، واقعا این مپو نشناسید واقعا کارتون گره میخوره خیلی جاها. به خاطر همین خدمت شما عرض شود که به خاطر همین حتما سعی کنید چند بار توی بازی بگردید، مپ‌ها رو خوب بشناسید. همین دیگه، باید مپو بشناسید توی این بازی از نظر من و به رد پا توجه بکنید و همینا. فقط همیناست که مهمه. من رد پا دیدم اونجا، فکر کنم اشتباه کردم، نمیدونم، خودم نمیدونم. این در رو باید باز کنید بچه‌ها. بازی اسم می‌کنم آپدیت شده است، نیست چیزای جدیدی بهش اضافه شده، من اینجوری اسم می‌کنم. بله رد پا می‌بینم. نامردو چون اینجوری کردی؟
دارن اذیت میکنن، میبینید ما رو دارن اذیت میکنن. کجا رفتین؟ آها اینجاست. خب یه نفر گرفت. خب باحال بود. آقا اینو کردیم تو قفس. من همینجا بچه‌ها وای میستم ادامه بازی و مثل یه آدم مرده خورد که کسی نتونه اینو نجات بده، چون بقیه میتونن بیان و اینو در بیارن. Oh my god! Wow! تو کجا بودی؟ خب همین دوتا من میگم بسته دیگه بچه، واقعا همین دوتا واقعا بسته. همینجا تو قفساتون بچه بمونید. خوبه. تکونم چون خودم رفتم تو قفس، دیوانم. بازی خوبیه بچه ها، بازی هیجان انگیزیه. من میخوام صبر کنم بچه ببینم اینا این سه تا ژنراتور دیگه رو کی راه میندازن، یا اینکه حالا مثلا یه چیزی بشنوم از اطراف، صدا پای چیزی بگیرم که ان شاءالله بتونیم. آها یکی دیدم. خب زد منو، بی‌ناموس منو زد. بذار ببینم الان میام سراغ. نه خب این بچه در رفت، من میخوام در وا کنم. این میشه اون پشت میاد. فکر کردی اینجا کجاست؟ یه نفرتون که مرد، فکر کردی واقعا اینجا کجاست؟ واقعا فکر کردی الان یکم میمیره عزیزم، تو نمیتونی نجاتش بدی. بابانی فکر کردی اینجا کجاست واقعا؟ سه تا ژنراتورم. آها خب یکم که مرده احتمالاً بچه‌ها. مرده که یعنی میمیره احتمالاً. امیدوارم بمیره. بله اون یکم مرد. خب بذار ببینم اینا کجا هم بچه‌ها، بریم دنبال بقیه‌شون. آقا این تو این مپ چرخ زدن چه حالی میده. پیداتون میکنم بالاخره. حالا دو تاتونه که زدم من راضیم. من فکر کنم بچه‌ها بعد 6 7 ماه اولین دفعه است دارم این بازی رو دوباره بازی میکنم. جدی میفرمایی؟ خیلی جای مپاش واقعا یادم رفته، اگه یکم قبل‌تر بود الان اینا واقعا نمیدونستن کجا باید فرار کنن دست من. الان یکم نوب شدم تو این بازی فعلا. بذار این درو بشونم. شرف اینجا فرار کرد. ژنراتور رو انداختن در اصلی اینجا رو من بلد نیستم. خیلی اوضاع خیته. نمیدونم کجا من نمیبینم اینا رو، خیلی عجیبه. بذار اینا رو بزنم داغون کنم، بهتر کنمشون. این دوستان عزیزمون. خب بذار ببینم یکی داره اینجا جیغ و داد میکنه. کوشی کجایی؟ فقط بگو کجایی. اومدم بالا سره. آهان دیدمه. نمیتونی دری، من دیدمت عزیزم. آمریکا هیچ غلط نمیتونه بکنه. خب فرار کن باش، فرار کن. آها دیدمه. پاورم آن شد. این یارو اگه زرنگ باشه الان باید فرار کنه. نمیدونم. آره فرار کرد. فعلا خدا حافظ. خب بچه اوکی بود، خوب بود. تونستیم 3 تاشونو بگیریم از 4 تا. بعد واقعا 3 4 بعد 6 7 واقعا خیلی خوب بود. من از خودم راضی بودم تو این دست. خدا رو شکر. و اما مشکل اصلی بازی دوستان قرار شد تحلیل بکنیم و بررسی. توی این بازی برعکس همینطور که دارید میبینید بعد از یه دست بازی کردن این اخطار پلیز استند بای میاد و من نمیدونم چرا. توی خیلی از موبایل ها هم این شکلیه. یعنی من فکر می‌کردم اول اشکال از موبایل خودم، ولی خب اینجوری نبود. به خاطر همین خیلی تحقیق کردم راجع بهش و متوجه شدم مثلا کلا ایرادی که هست تو این بازی. حالا واسه رفعش باید چیکار کنیم؟ برعکس برای رفع کردنش از بازی میایید بیرون، ولی سفر رو نبندید. اوکی سفر نمیبندید، از بازی فقط خارج میشید، میایید بیرون، اینترنتتون رو خاموش کنید، برید دوباره توی بازی، اینترنت رو دوباره توی بازی روشن کنید. این کار که بکنید یه ارور نتورک واسهتون میاد، اون ارور رو بزنید بره و دیگه اوکی میشه بعدش. به همین راحتی و به همین زیبایی دوستان. برعکس خیلی طولانی شد بازی. من خواستم 2 دست برم بازیو، ولی خب یکم طولانی شد. اوکی دیگه. و بخش سروایورش هم همینه در واقع دوستان، همین شکلیه تقریبا. متوازی فرار بکنید، ژنراتورها رو بعد راه بندازید و فرار بکنید. دوربین بازی هم هکن اسلش مثل بازی گاداوار و اینکه اوکی من بازی اوکیه، من خوشم میاد. به غیر از این ایرادی که شاید حالا خیلی ندونن چجوری برطرفش بکنن، ولی من در کل بازیش خوشم میاد و اوکیه، مشکل خاصی نداره. کلا حال میده بازی کردنش و اینکه آره دیگه امیدوارم بچه‌ها برید لذت ببرید. ولی خب در برابر خود بازی دد بای دیلایت که حالا ان شاءالله اونم بررسی خواهیم کرد و شاید تفاوتاشون هم بگیم با هم دیگه، تفاوت اصلیشونو ارزش بازی کردن داره. ولی خب خود دد بای دیلایت قطعا یه اثر خیلی بهتریه و اگه تونستید اونو بازی کنید که حتما اونو بازی کنید. اگر نه واسه دم دستی بازی اوکیه، ده حد مثلا چه میدونم شاید 6 7 دقیقه اگه بخواید سریع بازی رام بکنید. خیلی مخلصیم آقا، چاکریم.
دمتون گرم که نگاه کردید. لایک کامنت ساب فراموش نشه. اولی کانالمونه و اینکه کلی ازتون انرژی میگیریم بچه‌ها. خیلی مخلصم. زنده باشید. فعلا.